سلام، به یه ویدیوی نقد و تحلیل دیگه با من خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم فیلمی رو نقد و تحلیل کنیم که ترکیبی از دنیای خیال و واقعیته. فیلم Don't Worry Darling دقیقا همین سوال رو ازمون میپرسه: واقعیت رو انتخاب میکنی یا یه دنیای خیالی که قراره همیشه تو شاد باشی؟ توی چند دقیقه اول فیلم قشنگ میشه احساس کرد که چقدر همه چیز غیر عادی زیبا و بی‌نقصه. یه شهر کوچیک به اسم ویکتوری با آفتابای همیشگی و مهمونی‌های بی‌وقفش، زنهایی که همیشه لبخند به لب دارن و مردهایی که صبح میرن سر کار و شب برمیگردن به آغوش همسرهای مطیعشون. و اما خانواده جدیدی که به تازگی وارد شهر میشن، زنی به اسم ویولت که به طور خیلی مشکوکی رقص رو بلده بدون اینکه حتی توی کلاس شرکت کرده باشه. همین میتونه اولین نشونه ساختگی بودن همه چیز باشه. و آلیس شخصیت اصلی داستان که انگار توی یه چرخه تکراری گیر کرده و یه روز صبح وقتی که تخم‌مرغ‌ها رو داره میشکنه میبینه که داخلشون خالیه و این میشه اولین ترک مغزی آلیس و کلاً ماجراهایی که در طول این فیلم واسش اتفاق میفتن و باعث میشن که شک کنه که یه چیزی اینجا اشتباهه. ما توی این فیلم با یه سیستم روبرو هستیم به اسم پروژه ویکتور که مردها تصمیم گرفتن زنهاشون رو بدون رضایت خودشون توی دنیای مصنوعی نگه دارن. توی دنیای واقعی این زنها تو حالت کما هستن و به تخت بسته شدن، در حالی که مردها بیرون از سیستم کار میکنن تا دنیای مجازی رو زنده نگه دارن. دستگاه مخصوص پروژه ویکتوری چیزی فراتر از یه ابزار خواب‌آوره که عملکردش تقریباً مثل هیپنوتیزمه، یعنی ذهن فرد رو به حالت نیمه هوشیار نگه می‌داره. توی این حالت آدم دیگه نمیتونه منطق و واقعیت رو درست پردازش کنه. مارگارت اولین کسی که تمام حقیقت رو توی اون دنیای دروغین فهمید. و زمانی که آلیس دید مارگارت خودش رو زخمی کرده، یه چیزی توی وجودش شکست که توی روانشناسی به این کاتالیزور بیداری گفته میشه، یعنی یه اتفاقی که باعث میشه تمام باورهای ما زیر سوال بره و مارگارت تبدیل میشه به یه صدای خاموش برای بیداری آلیس. و شوهر آلیس، جک، که توهم خوشبختی رو تجربه میکنه و اینکه فکر میکنه چون آلیس رو دوست داره میتونه همه جوره زندگیش رو کنترل کنه که نمونه بارز یه رابطه ناسالمه. وقتی آلیس به حقیقت نزدیک میشه، اون دنیای خیالی شروع میکنه به فروپاشیدن، چون که پروژه ویکتور تا زمانی کار میکرد که همه باورش داشته باشن، ولی وقتی یکی قواعد بازی رو ببره زیر سوال، کل سیستم به هم میریزه که به این توی روانشناسی فروپاشی دفاعهای ذهنی گفته میشه. و در آخر فیلم جما، زن رئیس پروژه ویکتوری که فرانک رو به قتل رسوند با جمله الان نوبت منه. از نگاه روانشناسی این لحظه یه جور بازپسگیری هویته، اعتراض به کنترل مرد سالارانه و پایان تبعیت از یک سیستم تحمیلی. و اما در نهایت آلیس دنیای حقیقی رو انتخاب کرد، با اینکه باید از نقطه امنش جدا میشد و عشقش به جک رو برای همیشه خاک میکرد که به این نقطه توی روانشناسی بازگشت به خود حقیقی گفته میشه. به نظر شما ما الان توی یه دنیای خیالی برای خودمون زندگی میکنیم یا حقیقتهای زندگیمون رو قبول کردیم؟ امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.